قرآن با رمضان خداوند مطرح کرده با هم از هم جدا نمیشن. اگر مسلمانی در رمضان کم قرآن بخونه اون قدر رمضانشو ندونسته. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این قرآن بوده که روزه آورده برای تو. اگر روزه یک کماله، نماز یک کماله، علم یک کماله، زکات یک کماله، حج یک کماله، عمره یک کماله، اخلاق یک کماله، قرآن مجموعه کمالاته. ولی اگر تو قرآنو بهش پرداختید کل کمالاتی که وجود داشته و در پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقق پیدا کرده به خودت اختصاص دادی.